ببینید من یه جانبازم یا زیر پوشش نیروهای مثل قرار گرفتم. یه جانبازی مثل من که زیر پوشش بنیاده وقتی یه حادثه براش پیش بیاد همه امکانات در اختیار شینه، ولی ما که زیر پوشش نیروهای مسلحیمون به زحمت‌های بیشتری هم کشیدونه. زنگ اصل زنگ ما انجام دادیم، جنگ تن به تن، جنگ تاج را ما انجام دادیم. الان ما کمترین خدمات را دریافت کنیم. حالا من که سیت زدم نیاز به یه سری وسایل دارم. این وسایل ها به هیچ عنوان نیروهای مثلا در اختیار من نمیگذاره. آخه چرا اینقدر باید تفاوت داشته باشه بین یه جانباز که 2 نفر که من زنگ میزنه؟ هممون برای ایران جنگیدیم، اونا برای کشور میجنگیدن، ما هم برای کشور میجنگیدیم. ما جلو بودیم، اونا پشت سر ما بودن. الان اونا کجا، ما کجا؟ برای یه حادثه برامون پیش بیاد هیچ کسی ما رو پشتیبانی نمیکنه، کمک به اون نمیکنه. اون اگر مثل من حادثه براش پیش اومد بنیاد یا حق پرستاری میزنه یا پرستار براش میگیره یا به یه نوی کمکشی کنه، ولی ما همه این کار خون باید انجام بدیم. کمترین حقوق هم دریافتی کنیم. مردم هم به دنبال ما حرف میزنه، باور نکنن که ما این دوری خدماتی بمونیه. پیشی گم پیشی کنه که ما هر ماه یعنی 40-50 میلیون پیچیسونیم، ولی در 12 بیشتر دریافت نکنیم و خدماتمون هم هیچ نمیدن. اون چیزی قانون برامون تعیین کرد. آخه این مسئولین باید هماهنگی باشه، اگر نباشه برای که زیر پوشش بنیاد شهیده هم باید باشه. اگر باشه برای منم که زیر پوشش نیروهای مسلح باید باشه. مردم باید خود قضاوت کنن و ایران هم باید پاسخ